زن تاجیک از زمانهای قدیم در همه دور و زمانها، خصوصا در زمان دولتداری نوین، امروز در همه ساحه‌های گوناگون جامعه صادقانه و صافدلانه خدمت می‌نمایند. از آن جمله در ساحه خدمت حربی امروز ما زنان و بانوان را می‌بینیم که در برابر مردها برای حمایت این مرز و بوم صادقانه و صافدلانه استوارانه قدم می‌گذارند و به وطن و ملت خود صادقانه و صافدلانه خدمت می‌نمایند. جشن روز مادر در برابر ماهیت سیاسی و اجتماعی تاریخاً معنی عمومی بشری را پیدا نموده است. مفهوم‌های وطن و مادر یک معنا بوده. فرزندهای باننگ و ناموس، فرزندهای وطن دوست را محض مادر به دنیا می‌آورد و با شیر سفیدش مهر وطن را در دل فرزند جای می‌دهد. حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به نقش بانوان و زنان در اعمار جامعه دموکراتی و دنیوی توجه مخصوص ظاهر نموده. طبق معلومات آماری زنان نصف اهالی کشور را تشکیل می‌دهند. امروز در کشور ساحه‌ای نیست که زنان و بانوان تاجیک در آن فعالیت پرثمر نداشته باشد. بانوان در برابر فعالیت در ساحه‌های اجتماعی از جمله علم و معارف، خدمت دولتی، کشاورزی و صنعت، اینچنین در ساحه‌های نقلیات، انرژتیکا، علاقه، ساختمان و معماری، بانکداری، مقامات حفظ حقوق و ترتیبات و در صف قوه‌های مسلح کشور نیز صافدلانه، صادقانه کار کرده ایستادند. در عرفه جشن برای هر یک ما عزیز و فرح بخش روز مادر قرار داریم. همه ساله روز مادر در ایام استقبال گرفته می شود که به کشور عزیزمان فصل بهار با قدم های سبز فرا می رسد و این رمز احیای طبیعت و پاکیزگی و زیبایی می باشد. پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام نوبتیشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نسبت به فعالیت زنان و بانوان بهای بلند داده قید نمودند که ما به عزم و اراده و مسئولیت شناسی زنان و بانوان اعتماد کامل داریم. سخنان نیک و صمیمی و باوری پیشوای معظم ملت ما زنان خدمتیان حربی را وادار می نماید که باز هم مسئولیت شناستر باشیم و باز هم برای پاک و بی‌آلایش نگاه داشتن زبان مادری و خدمت در صف ارتش ملی صادقانه و صافدلانه خدمت نماییم. باعث افتخار و سرفرازی است که بهترگردانی شرایط زنان همیشه در مرکز دقت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و حکومت مملکت قرار دارد. بلند گردیدن مقام زن در جامعه برای پیشرفت سیاست نقش مهم گذاشت. اگر به صحیفه های تاریخ نظر اندازیم، سیمای زنی تاجیک همچون فرهنگ پرور و سیاستمدار و علم دوست و خردمند و کردان تصویر یافته است. زمینه با فرهنگ و وطن پرور بودن زنی تاجیک بود که امروز زن مادری تاجیک عالم و آموزگار، هنرمند و صاحبکار، ورزشگر و روزنامه‌نگار بوده قریب که در همه ساحه‌های کلیدی اشتراک خوب زنان دیده می شود. با افتخار و قناعتمندی می توان گفت که امروز بانوان باننگ و ناموس، بانوان قوی اراده در همه ساحه‌ها در برابر مردان ادای وظیفه کرده ایستادند. ما زنان و بانوان امروز امکانیت داریم که در ساحه‌های گوناگون جامعه کار و فعالیت نماییم.